یا اینکه حالا هر مشکل دیگه‌ای به وجود بیاد، این کاملا غلطه. چون شما فرض کنید که بچه داخل یوتروسه، داخل رحمه، از اون ور جفت یا همون پلاسنتا هست در کنار جنین و بعد یک کیسه، به اصطلاح ما کیسه آمنیوتیک داریم، این همون کیسه یا پرده ای هست که اطراف بچه هست و اون مایعی که مایع، حالا ما میگیم آب دور بچه، حالتی هست که یه حالتی میده به بچه که کلا بچه‌تون شناوره و اصلا شناوره و ضمن این که این خیلی مهمه که بچه وقتی 2 نیمه ناخناش حتی اگه بلند نباشه خیلی نرم و لطیف و صافته و اگر اینجوری بود که بچه میتونه خراش بده، خب این کیسه آمنیوتیک رو حالا هر لحظه میتونست وقتی که حرکت میکرد پاره کنه و سری کیسه آب پاره بشه و بچه دنیا بیاد. پس بنابراین یک باور غلط هست.